طبق اساطیر بهمن قدرتمندترین ایزد ایران باستان و دست راست اهورامزدا به حساب میاد که به گفته گذشتگان ایزد اندیشه، نیک و خرده. ایزدان گوش، رام و ماه دستیارانشن. حامی و نگهبان حیوونا هم هست و ایزد گوش و مسئول نظارت و پاسداری از حیوونا قرار داده. روز دوم هر ماه هم به بهمن تعلق داره و گل یاس هم نماد این ایزد قدرتمنده. دشمن شماره یکش هم اکوان دیوه. طبق اساطیر بهمن قدرتمندترین ایزد ایران باستان و دست راست اهورامزدا به حساب میاد که به گفته گذشتگان ایزد اندیشه، نیک و خرده. ایزدان گوش، رام و ماه دستیارانشن. حامی و نگهبان حیوونا هم هست و ایزد گوش و مسئول نظارت و پاسداری از حیوونا قرار داده. روز دوم هر ماه هم به بهمن تعلق داره و گل یاس هم نماد این ایزد قدرتمنده. دشمن شماره یکش هم اکوان دیوه. طبق اساطیر بهمن قدرتمندترین ایزد ایران باستان و دست راست اهورامزدا به حساب میاد که به گفته گذشتگان ایزد اندیشه، نیک و خرده. ایزدان گوش، رام و ماه دستیارانشن. حامی و نگهبان حیوونا هم هست و ایزد گوش و مسئول نظارت و پاسداری از حیوونا قرار داده. روز دوم هر ماه هم به بهمن تعلق داره و گل یاس هم نماد این ایزد قدرتمنده. دشمن شماره یکش هم اکوان دیوه. طبق اساطیر بهمن قدرتمندترین ایزد ایران باستان و دست راست اهورامزدا به حساب میاد که به گفته گذشتگان ایزد اندیشه، نیک و خرده. ایزدان گوش، رام و ماه دستیارانشن. حامی و نگهبان حیوونا هم هست و ایزد گوش و مسئول نظارت و پاسداری از حیوونا قرار داده. روز دوم هر ماه هم به بهمن تعلق داره و گل یاس هم نماد این ایزد قدرتمنده. دشمن شماره یکش هم اکوان دیوه. طبق اساطیر بهمن قدرتمندترین ایزد ایران باستان و دست راست اهورامزدا به حساب میاد که به گفته گذشتگان ایزد اندیشه، نیک و خرده. ایزدان گوش، رام و ماه دستیارانشن. حامی و نگهبان حیوونا هم هست و ایزد گوش و مسئول نظارت و پاسداری از حیوونا قرار داده. روز دوم هر ماه هم به بهمن تعلق داره و گل یاس هم نماد این ایزد قدرتمنده. دشمن شماره یکش هم اکوان دیوه.